بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اولین جلسه هیئت امنای بیمارستان در اینجا تشکیل شد. اعضا مصوب کردن آیین‌نامه مالی معاملاتی و نحوه اداره بیمارستان امام علی علیه السلام را. باید تشکر بکنم از همکاری خوب دولت محترم عراق، مخصوصا وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر و عتبه مقدسه امام علی علیه السلام برای راه اندازی بیمارستان. بنا شد در 3 فاز و در 3 مرحله بیمارستان راه اندازی بشه. اولین فازش که همین در 1-2 روز آینده شروع به کار خواهد کرد، فاز درمانگاه‌های تخصصی و اورژانس بیمارستان هست. فاز بعدی بخش‌های بستری و اتاق‌های عمل هست و فاز سوم انشالله کارهای فوق تخصصی و کارهایی که به صورت نمونه و الگو ارائه خدمت خواهد کرد از نظر پزشکی. ما از بهترین متخصص‌ها و فوق تخصص‌های کشورمون که در دنیا نمونه هستند برای بیمارستان کمک می‌گیریم و استفاده می‌کنیم برای ارائه خدمات درمانی به مردم شریف عراق و با امید خدا بی‌نیازشون می‌کنیم برای اعزام به خارج از کشور عراق و تمام خدماتی پزشکی که نیاز داشته باشن انشالله در اینجا انجام میدیم. اهم از اعمال جراحی قلب، جراحی مغز، تعویض مفصل زانو و اعمال‌های فوق تخصصی لاپاراسکوپی و آرتروسکوپی و اندوسکوپی‌های مختلف و حتی بخش‌های سلول درمانی و بخش‌های فوق تخصصی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان‌ها. انشالله اینجا را آماده می‌کنیم با یک هماهنگی و یک ظرفیت بسیار بسیار بالایی. هدفمون هم کمک به سلامت و درمان مردم شریف عراق هست. برای مردم عراق و برای عزیزانی که مستمند هستن و نیازمندن تخفیفات ویژه‌ای رو مد نظر قرار دادیم. انشالله که بتونیم با ارائه خدمات خوبی که به مردم شریف عراق میدیم سلامتشون رو هم تضمین بکنیم. از همه مهمتر انشالله برای مراسمی مثل اربعین امام حسین علیه السلام یا مناسبت‌های مختلفی که اینجا برگزار میشه بتونیم خدمات ویژه‌ای رو هم به زائرین عزیز امام علی علیه السلام و هم مجاورین و هم که همه کسایی که نیازمند این خدمات هستند با کیفیت بسیار بسیار عالی انجام وظیفه بکنیم و خدمت رو ارائه بدیم. ان شاء الله. این چند تا یعنی در واقع هزینه این بیمارستان و چند تا تخت داره و چند تا اتاق عمل؟ اینجا 10 تا اتاق عمل داره و 220 تخت داره. تلاشمون اینه که تمام کارهای تخصصی و فوق تخصصی رو اینجا انجام بدیم و یکی از مدرن ترین بیمارستان‌های منطقه باشه و بتونه در جهان بدرخشه ان شاء الله.